салла ё дастор ва пироҳани дароз либоси ҳатмӣ барои бачаҳои мактабхон дар Афғонистон. Пештар фақат онҳое чунин либос мепӯшиданд, ки дар мактабҳои мазҳабӣ мехонданд. ҳоло муҳассилини тамоми мактабҳои давлатӣ ва шахсӣ дар ин кишвар маҷбуранд бо салла ва куртаи дарозу шалвор ба дарс ҳозир шаванд. амри толибон дар ин бора оғози соли нави таҳсил ё моҳи март содир шуда буд ва ҳоло талаби иҷрои ин фармон дар аксар мактабҳо сахттар шудааст. хонандагоне ки бо либоси ғайр ба дарс меоянд берун карда мешаванд. این امر شیخ صاحب هیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه‌ها باید از بچه‌های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی‌کنند فرق داشته باشند. وزارت آموزش طالبان کاهش نوبرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سبب‌های دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ می‌کند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین می‌نماید. تصمیم حتمی شدن سله یا دستور و پیراهن دراز برای مکتب بچه‌ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده‌ها در مکتب سله بسته اما برابری بیرون شدن آن را در جزدان می‌گذارند. ناصر احمدی 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق به مکتب‌ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد. خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری را انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تا آدم داند که کی مکتب بچه است و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم. از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید میبندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق میکنیم. ما را چون خواننده میشناسند. محمود و محمد در مکتب محمود ترزی ولایت قندهار پایتخت دوم طالبان تحصیل میکنند. تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتبها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امری رهبری طالبان مکتب بچه‌های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهن دراز و شیمی وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. آموزگاران و رهبران مکتب‌ها هم دستور گرفتند کاستوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار قمیض و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتب بچه‌ها در افغانستان در حالی است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب‌های فرسوده و با امکانیت‌های بسیار محدود تحصیل می‌کنند. در برخی از ناحیه‌های دوردست خوانندگان بعضاً در هوای باز زیر سایه درختان درس می‌خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی‌توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سله و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند.